علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دیگرش است که روزادار به چه چیز روزهاش را بکشاید؟ بارک الله فیکم. در رابطه حدیثی است در مسند امام احمد حنبل رحمه الله و همچنین در سنن ابو داود و سنن ابن خزیمه از انس بن مالک رضی الله عنه، از انس بن مالک روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کان النبی صلی الله علیه و سلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم افطاری میکردند به خرمای تر قبل از اینکه نماز بخوانند، قبل از اینکه نماز مغرب را بخوانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خرمای تر روزهشان را میکشودند. اینجا مراد خرمای تر خرمایی که از همون سال است. فإن لم یکن رطبات فتمرات. پس اگر که خرمای تر نمیافتند، پس به خرمای خشک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزه خود را میکشودند. فإن لم یکن تمرات. پس اگر که خرمای خشک هم که پیدا نمیکردند، حسوات من ماء، یعنی کمتر از آب میگرفتند و از آب با آب قطع روزهشان را میکشودند. و در حقیقت در اتباع این سنت بسیار فایده های مادی و معنوی موجود است. بسیار فایده های مادی و معنوی موجود است که در حقیقت وقتی که انسان روزه می‌دارد و معده او خالی میشود، در این وقت یعنی که وقتی که یک چیز شیرینی میخورد، جسمش خصوصا باز جسم سالم خیلی خوب قبول میکند و خیلی فایده های زیادی دارد، به خصوص باز پیروی کردن باز از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و او را به خرما باز کشیدن. و اگر که خرما نیفتد، اینم از شفقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و شاید کسانی هستند که استطاعت و توانایی پیدا کردن خرما نداشته باشند. پس در این وقت میتوند که با خرمای خشک، اگر خرمای خشک هم که نتوانست، با آب قطعی، و این آب هم خیلی فایده دارد وقتی که در طول روز روزدار وقتی که تشنه میماند و بدنش خشک می شود و در این وقت وقتی که روزش را با آب میکشاید و بعدا وقتی که غذا میخورد و طعام میخورد، در وقت یعنی که از همین طعام خوردگیش نفع برای جسمش رسانده میتواند، یعنی در وقت جسمش از این طعامی که خوردگی است فایده میگیرد، به خاطر اینکه زمان جسم از طعام فایده میگیرد که از دو جهت تکمیل باشد، یکی از جهتی تشنگی و دیگر از جهتی همون جوع و گرسنگی. بله، بارک الله فیکم.